ولی فکر نکنم چولت باشه. وای 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 برو جون مادر. بابا الان چه وقته؟ هلو گول مگولیا چطورید آقا؟ امروز اومدیم فورزا هورایزن بگیریم، ببینیم تلاش کنیم برای وین. فکر نکنم ولی ایشالله بشه. آقا ویدیو رو احتمالاً تایمشو کمتر کنم به خاطر اینکه بازی رو بهتری بگیره، چون اوایل کاناله خودتون بهتر میدونید دیگه، شما خودتون واردتر از من. پس بدون وقفه لایک و سابسکرایب فراموش نشه، حتما کامنت بذارید و بدون وقفه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه، خب این دفعه پولکس قورباغه بردارم. نمیدونم کرمم گرفته بود و این دفعه میخوام اینجا اسپان کنم، یه جای جدید. ویدیو قبلی همش یا اون بالا اسپان کردیم یا اون پایین. حالا خب یه جای جدید اسپان کنم ببینیم چی میشه، لوت داره نداره، بدشانسی داریم. ویدیو قبلی ببین هم بدشانس بود هم خوششانس، یعنی مثلا لوت میگرفتیم، لوت خوب، بعد میرفتیم مسابقه میداریم، از بدشانسی من آخر مسابقه میخوردم به سنگ. توف تو بازی یعنی. پشتم لوته؟ نه بود که پشتم لوته. ایوه آزم پولکس ماشین خوششانسی. ای اسکل مال منه. خوبه آزم بریم شکار، میریم شکارا. این چیه جناب سربان؟ این چیه جناب سربان؟ وایسا بی پدر. حیوان وایسا. این شرف کجا رفتی که من میتونم برم؟ اینجا میشه رفت؟ خب من که دوباره دور تونم میشه. من آقا افتادم نمیتونم برسم. من که میگیرم تو بزن از اون کجاست؟ خب تقریبا وسطی، معلوم نیست کدوم بود بندازم. یعنی من کرمم دارم با توی حیوان مسابقه. وایسا حیوان، کجا میخوای فرار کنی؟ چرا منو میخوای کل مپ دنبال خود بکشی؟ وایسا دیگه. اوکی نه فرار تا کی؟ تا موقعی که لوت پیدا کنی. چه سرعت برگشت همونجا. چرا اینطوریه؟ نکنیم ببازم باشم مثلا نمیرسم. بچه این مچ از اون بچه هست که یکم بوی وین میده. چه شروری بود من گفتم. آخه بوی وین کجا میده؟ آودی دارم هنو. این کو، این بی پدر کو. آقا من نصف من خود دنبال تو عاشقانم. دهارم بگنمک. همونطور که میبینید علاف مسابقه، یه و علاف لوتیم، یه و علاف مسابقه ایم. یه مچ که همه چی با هم خوششانس باشه. پیدا شدی بی پدر همون. حالا خوب ماشینش لول بالا باشه. حالا میدونی چه خوب در از اونه؟ این همه من رفتم اومدم این کارو کردم، ویدیو رو رکورد نکرده باشم، یعنی دکمه رکورد رو نزده باشم. این خیلی بالاتر از بابا. وایسا حروم زاده، ریدم تو دهن بابا. وایسا دیگه. خب بابا یه مسابقه است دیگه، اون باشم لوت پیدا نمی کنی تو که.
بچه نگید داشتید این چی هم خواستم بگم فهمید ولی نگید بوتشان بالاست فکر کن بابا خیلی حروم زاده ای وایسا حاجی من نمیدونم لوتشان بالا باشه مسابقه نم کلم رو چیز کرد ای حروم زاده داره به سگ فرار میکنه ببین من تو رو میگیرم ببین من شده باشه بازی رو ول کنم فقط با تو مسابقه رو میگیرم به بازم هم برام مهم نیست ولی توی حروم زاده رو من میگیرم فشار چیه؟ الان میره اون روتر من دلاغ دیدی گفتم ببین من تو رو چونه تو پاره میکنم ای کاشی با اون مسابقه میدادم ببین من مهم نیست تو رو ببرم یا نه فقط میخواستم مسابقه چی بود؟ با مسابقه میدادم برده بودم تو که چپ میکنی که ببین از اونجایی که فرار میکردی معلوم آدم شله هستی چونی ازت پاره کنم وایسا وایسا دارم سرویس کنم تو مال آفرودی سرعت چیز نیست 1 کیلومتر هم داره منم سرعت خوب نیستم ولی برو دیگه جون مادر نبازین بریم بچه باید این دست همین نیسان رو برمیداریم اونجا نحس بود بالا کو بندازم جای جدیده دیگه میدونم به فنا میرم ولی میندازم من احمقم یه جا میندازم که به فنا برم فشار بخورم خب کرن داری یه جا بنده لوتش خوب باشه این چیه جناب سلمان ترامادول ببینم چی ترامادول میگن آهنگش یادم نیست با تو چه شب ها چه روزها لوت بریم لوت اینجا چه ریزه یه خیلی میشه موزیکی آن قطع کرد نازم ماشین چی رفت تو آب آیدی دماغ خودش ولی ماشین خوبی بود الان واقعا به درد نمیخوره جز اون ماشین ولی طلایی نیست که الان هم ماشین خوبی بود مثلا مثل آوری RS6 2012 نه بخش 2005 داریم آره RS6 2005 داریم اونم قیافه خوب نیست عکسشو میدم تو این بازی هم هستش حتی لول 2 چه غلطی میکنی؟ یه عالیه میدونستم سوپر شارجر بریم نازم پرنده قشنگم که این هرگر قفل بود نمیکشی بره بالا هیچ دهنم سرویس
سالی پوزیشن رو دارم قدرت گرفت پرنده قشنگم که میای به به چه گوشتی به به برازم گوشت قربونی برو که بری برو گلوب اگه چونه یارو پارا الان چه فشاری داره میخوره الان شده دست قبل من از اینجا میریم که زیاد خارش نکنیم بخواد بریم این چه گوی بخورم اینو آجی دنده ماشین اتوماته دستی یکم تو با دستی سخت یا برای یکی ممکنه سخت نباشه بعد اتومات ایمش میدونی چیه؟ یه جا مثلا اینطوری میره رو هوا میاد پایین باید قاعدتا یه دنده کم کنه دیگه این کم نمیشه مثلا یه جا تصادف میکنه میخوای سریع گاز بدی این با دنده 4 یه 3-4 ثانیه گاز میده به نظرم برد یه دونه تیکاپ قشنگ همین که وایسی Opponent eliminated. به نظرم 2 تا لول اومدیم بالا نگو که داره چیز تموم میشه من با اینه نه تموم 28 نفر بعد 2 دقیقه هم مونده آرمین بازه بچه کسایی که نمیدونن یه ماشین نبین لول 5 ماشین اونقدر خوبی نیست معمولا ماشین هایی که شاسی بلندن تو این بازی خوب نیستن خب منطقا سنگینن چرا باید سرعت بیشتری بدن آفرود بهتری هم فکر نکنم باشه بابا الان با اون مسابقه میره بشکن دیگه عجبا الان من میرم مثل دست قبلی که یارو زدن میشم دقیقا من با ماشین خودش وای ماشینش خوبه اینا مازراتیه ولی خب این جدی شد احتمال وقتمون هست شد بچه‌ها براتون فیلم میگیرم نگران نباشید من که تا حالا نگرفتم ولی میگیرم یه روز دیروز میگیرم میریم تو خاکی بازیکن خاکی رو پشت سر میذاره گاز میده اون بازیکن دیگر پیاپی پشت کون یارو داره میاد و بازیکن جلوی از تحت کون پایپنگ شده بازیکن جلوی میره واو بازیکن خورد به دیوار و باید سوراخ منو بیادب باید نظر بیادب به دیدر نیاد این بردم مرسی که خوردم مادرم این خود هم مسابقه Opponent eliminated. 100% آمین یارو سوسکش کرده دست خودش شد حاجی باور نمیشه اگه اینو ببرم وای ریدم چرا اون برای انداخت به چه منطقی حاجی ماشینش هم ندیدم چی هست حاجی آمریکایی باشه میتونم ببرم نه که آمریکایی دریک باشه از قوی بودنش میتونم ببرم این نمیتونه فرمونبری خوبی داشته باشه ولی فکر نکنم چه ولت باشه وای برو جون مادر بابا الان چه وقته آبتنیه آخه مگه میشه ماشین من انقدر لیز بخوره برعکس شد اونسا ماشینش چی بود ندیدم شما دیدید من ندیدم بچه این دست بین نهاریم ببین بچه آخر انشاءالله که بچه آخر فیلم بده ببینیم الان چی میده بنوازم آفرین اولاق
اولا بیو صدا ماشینم زیاده نه اولا چه نمیشه اولا رو زیر کرد ای بی پدر بریم خب من ببین بعد اینجا دوباره چیز کنم نمیشه الان اینجا لوت نداد یعنی بازی ببخشید یعنی بازی یه لحظه یعنی بازی تمام تلاششو میکنه که ما وین نگیم این چیه جناب سلمان صدای لوت که نمیاد چرا این وری همیشه اسکان میکنه ما چی داره که لوت میدم اینجا لوته نه بچه چپ و راست رو با دقت نگاه میکنیم این بازی کن مثل اینکه غلط کردم اشتباه کردم کجا بود من اسپان کردم بچه خدا وکیلی حالا که تا اینجا ویدیو اومدی سابسکرایب رو بزن یه لطفا بعد مرسی از نگاه زیبا کن بعد مورد بعدی هم که هست برای بهبود ویدیوها نظری دارید کامنت کنید مثلا بهبود بدم ندم بهبود که باید بدم ندم نظر بدید که چه ویدیوهایی بگیریم تو ویدیوها چی کارا بکنیم جذاب تره کلا نظرتون رو بگید مطابق سلیقه شما ویدیو بسازید یه ویدیو خواستم بگم چشم بسته بگیرم ولی بعد این ویدیو قبلی به یک کا ویو برسیم بعد با حالیش اینه که ریزش رسیده ولی خودش نرسیده من زودتر رفتم من زودتر چونت پادر ببین پاره ببین من رحم ندارم برام مهمه تو میتونستی بگیری من اگه برسم من رحم ندارم درک تربیت آدم باید ببازه یاد بگیره حالا ما چند دقیقه روش داشتم میزو میشوندم اثر باختم عشقم در اومد دارم درس عبرت میرم به یکی انصراف بودم تو که نمیتونی منو ببری انصراف بود حتی برای اینکه منو پارم کنه تا آخرین لحظه انصراف کنه میدونه 2 کیلومتر وقتم طلب یه بازی کیوتوزیه بازی تازه داره هارد میشه دنبال بقیه‌شو بلد نیستم متاسفانه میدونیم ما رپر نسل 5 گوش نمیدیم ما کیو گوش میدیم پیشرو یکی مثل فدایی یکی مثل سیناسایی خدا وکیلی مثل اینا نمیام همین من ندیدم کسی بیاد یه قلمش مثل اینا بچار انصراف هم نمیدی نده به درک اینم پسرمه به درک اونم هم های لای 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 های شیم لای 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 شیم لای لای یه تکافه قشنگ بنال دور پولیسی همینجا استطاع بکن اوه یکی دیگه هم Opponent eliminated. پاره ببین پاره یکی اینجا هست ببینم مسابقه چیه دارم این مسابقه چه مسابقه اگه من وسط باید سمت راست بندازه اگه منطقی بخواد کنار بیاد سمت راست چرا کسی پیدا نمیشه؟ اگه این تو واقعیت هم باشه صدا لوت شد من موزیکو من نبستم صدا لوت بود
بابا بیا دیگه قهر نکن زندگی ها قهر نکن ها این هم مسابقه ما دید نه این باخت ولی اون احتمال زیاد تو مسابقه اینه چون یه نفر تکه ولی خب اینو میرم چون خیلی گوش هست استرس اینو دارم که لولش بالا باشه شما بالاتر هم دیگه رو ماچ نکنیم دیگه هم بیان ماچتون کنیم نکن بو اسمم بو ای بی پدر بابا من مطلقه موندم که بذارید منم ازدواج کنم بذارید منم دم بگیرم بیا عروس هم میشی ساعت تنز حال میکنی بچه داوکیلی مهران مدیری و جلوم لور نمیست چند تا خودشه 3 تا خودشه یکیش قاعدتا سینگله برو بریم بچه‌ای که نمیدونن اینایی که زبدر میخورن ما میگیم متعهد الان مثلا من میتونم مسابقه مثلا این نگاه این سینگل بدبخته کسی باش مسابقه نمیده منم سینگل بدبخته مسابقه نمیدم حالا تو واقعیت تو بازی دارم تو واقعیت خودتون سینگل بدبخته ما نیستم ما سینگل فرومک چطور میکنم برس چیه ماشینش مگه که چیپا داره میزنه ناموسن نه من این کل مپو دنبال کردم با یکی دیگه به مسابقه حالت میکنم برو بیرون زون آره چون باشه بخاطر اینکه به من این مسابقه ندی برو بیرون زون بیا دیگه بابا انا وای اون بره آقا ولی جیب کن امید بره بس 1 کیلومتر و ماشین میگم مسیر آفرودیه بچه ها به نظرتون من میبرم یا نه؟ نزنید جلو ویدیو رو کامنت کنید حتی با این وضعیت معلوم به 10 تا کامنت برتر قرعه کشی میکنیم نفری 10 میلیون میدیم الکی چی کار میکنی دادا؟ آقا من به بازم هم ارزش داره یه چیزی باز کردم که اصلا تا حالا باز نکرده بود 1000 تا هم ببینید مگه میشه تو هوا اینطوری شهر بزنی و رو شهر پاک کنی آقا فدا سرتون باخت حرکت قشنگ بود بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدید تا ویدیو بعد پیس اوت